صنعت زیبایی رو میپرستد و خودش نیز تجسمگری زیبایی و نفوست است. زیر و زیر مفهومی صنعت موسیقی، ساز و نوا و رقص نهفته است. رقص نیز یک نماد صنعت است که خیلی زیبا و دلچسب است. رقص ها گوناگون میشوند و انسامبل های رقصی که امروزها وجود دارند فعالیتشان به سمت های گوناگون روانه گردیده است. یکی اگر معرفگری صنعت رقص ملی تاجیکی باشد، دیگرش رقص های دیگر خلق و ملت ها را در برابر رقص های تاجیکی اجرا میکند. سومی باشد رقص های فولکلوری و etnografی را زنده می نماید. انسامبل باباجانی شعبه فرهنگی شهر حصار به احیای رقص ها و سرودهای خصوصیت فولکلوری داشته مشغول است. امروزها این انسامبل خیلی فعال است و فعالیت چشم رس دارد. اما سوالی به میان میآید که چرا باباجان نام گرفته است؟ کردیم اناره قلعه دارم اناره دونه کردیم اناره آبی قرطاق باشه تا بیشکنیم خماره آبکی قرطاق باشه تا بیشکنیم خماره باباش باباش وای بله یالالی باباش وای بله بله باباش باباش وای بله یالالی باباش وای بله بله باباش باباش یالالی باباش سال 2011 ما یک اقدام گرفتم که همین چیزا بیدار کنم. خب بعد همین آدمایی که مثال امروز فعالیت میکنن یک 13 14 15 نفر خب بعضی با واسطه مثال بعضیش در اینجا کار نمیکنن. دیگه یک گروهی که من همین 8 9 نفری هستیم انا دویم عمل کننده چهاربینایی که میشود من ایدی صدا میجاد ایدی نوروز میجاد مهمانو قبول مهمانو و ما سر لباس این فولکلوری etnografی که میپوشن برای تمام مردم بیرون این تمام یک دنیای دیگر است. اینا ما در این لباس ها میبینن، این رقص ها میبینن، ترانه ها میبینن، نوازش دایره و مثال کرنه و مثال گیریم مهتر برای و یک دنیای دیگر که این اصلی این مردم از همین چیز دارد، از لباسش، طرز رقصش، طرز سرودخوانیش. این یک دنیای تاجیکانه است، دنیای تاجیکانه. چند سال ما هم رفتگی من 72 برفتم. انا اینا باید گویم که بیای بابا جان، انسامبل بابا جان در خوجند اگر انسامبل بی جان باشد ما کنیم بابا جان. انسامبل فولکلوری etnografی باباهایی که در نزد بخش فرهنگ شهر حصار عمل میکند از حساب همون نفرانی هستند که فعالیت کاری خود را در اینجا آغاز کرده بودند و امروز گرچند در رخصتی مهنتی هستند، بعضی علاقه به نفقه برآمدگی هستند، حسابی همونو دعوت کردیم. اینو بسیارتر همچون خود فعالیت عمل میکنند در نزد انسامبل و هستند نفرانی که کارمندانی بخش هستند، همه در یک جایگی هم ایستاده. گویا در اینجا هم نوازنده ها هست، هم رقاصان هم سراینده ها هست. این انسامبل از همه جهت بوی است و کار کردن با این نفران بسیار هم آسان است. وقتی که شب میری فکر میکنی یگام رقص های etnografی، یگام سرودهای etnografی با همراهی رهبری انسامبل لطیف کمالوف یک جای برای برنامه خصوصا برنامه تئاتری کننده شده و آن آزمون هایی که در جمهوری برپا میگردد برگزار میکنیم. هر یک نامره هایی که به صحنه میگذاریم دو نفره فکر کرده برایم از جهت هم موضوع هم مضمون مندرجه هم رقص هایی که خاصی خصوصا مردمی حصار باشد که این رقص ها تکرار نیابد. من باغبانی گل کارم، گلی گل ها میکارم، من باغبانی گل کارم. انسامبل رقص‌های گوناگون رو که ماهیتی تاریخی دارند و به فولکلوری مردمی نزدیکند اجرا می‌نماید. اعضایان انسامبل همیشه کوشش می‌کنند که از میان مردم معلومات نوی پیدا نمایند تا توانند رقص نوی را اجرا کنند. گروه را اصلا مردها تشکیل می‌دهند و در بعضی برآمدهایشان زن‌ها نیز برای اجرای رقص‌ها جلب می‌گردند. بابای
بابای دهقان به کشت کار برآمد بنگر بابای دهقان به کشت کار برآمد. در بعضی برنامه‌های ما داریم که ما زنها را جلب میکنیم، چون که در آنجا برنامه حتما و یا در کوزه من جمعگل رجبова هست، رفاعت هست اشتراک میکنند، محبت بابا نظرова هست و بسیار بسیار زن‌ها هستند که در برنامه‌ای که ما میمونیم تو یگان برنامه‌ای که خاصی همون چی است بخشیده به یگان چیز میشود، زن‌ها هم اشتراک میکنند. لیکن اساس ما کوشش میکنیم که رقص‌های مردانه رو، همون سرودهای مردانه رو انما رو با همراهی استاد عزیز لطیف کمالی ادامه دهیم و همین جاوید بماند. انسمبلی باباجان در همه چاره‌بینی‌های دولتی فعال است و بارها با اجرایش زیبای رقص‌هایشان صاحب رحمتنامه‌ها نیز گردیدند که این باعث افتخاری هر یک آنها می‌باشد. آنها پیوسته رقص‌هایی را اجرا می‌کنند که حرکت‌های خاص رقص مردانه در آنها هویدا باشد و مقصد اساسی دسته نیز به آیندگان باقی گذاشتن رقص مردانه تاجیکی است. سال گذشته همون وحدت به مثال یک درخت دوستی بنشان. مثال در گردی همین من اطراف من بابا نبیره هام بود، درخت در دست من بود و همون درخت نبیره ها میبیارم بابا جان مثال اینش میبیارم. انا همین مثال گیریم در فعالیت همون گردی همون درخت شنانده، انا این مثال درخت دوستی است، انا این وحدت است. انا همین باید مثال گیریم ما شما نبیره های جانی بابا، ما امروز بابا هستیم این درخت شنیدیم، آینده شما میوه های همینه شما اینا بینید. این همه تربیت. ما در عیدهای نوروزی جمهوری، عیدهای نوروزی حصار زرنیسار، شهر حصار، عید استقلالیت، عید ساده، عید آش پلاو، آزمونای عید آش پلاو، عید تربوز و خربوزه و کدو در شهر دوشنبه، در همه شهر دوشنبه، در باغ فردوسی، در باغ ایرم ما با همراهی انسمبل باباجان برآمد میکنیم و قدرشناسی میکنم به ما. در مهمانی حصار زرنیسار باستان مهمانای خارج از مملکت‌های دور میبیان، ما با همین سرودای خلقی، رقصای خلقی دل این مهمانا رو شاد میگردانیم. بالای این گفته گذارم که وقتی که آب تازه از جشن گرفتن در شهر دوشنبه، انسمبل باباجان چنان برآمدی زیبا کردن که از طرف راهبریت جمهوری ما با همراهی استاد لطیف کمالی و بچه ها رحمتنامه گرفتیم. لباس در رقص‌های این دسته نقش اساسی را می‌بازد. همه اعضایان دسته با لباس‌های زیبایی که گذشتگان به بر می‌نمودند برآمد می‌کنند. رنگارنگی لباس می‌تواند که توجه بیننده را به صحنه جلب نماید. ابراز می‌دارند اعضایان دسته. درباره یک رقص برآوردن به صحنه برآوردن از لباس سرکر، از سر و پا تا همه لباسی و تا انگشترین تا گوشوار و تا جامه مثلا بچه باشد اگر تا همه موکی تا همش فکر میگرد در آن زمان کدام رنگی موکی میپوشیدند، چگونه طرحی طراحی میشد، طراح چگونه میکرد برای یک شیروزی جیلک هوایی که ما میکنیم، برای هر یک چیز این کوفتن در کار، هر یک چیز این میکنن هست باز جستجو کردن در کار از اون نفرایی که هستند. حاضرم کمک وقت داریم از اون نفرایی که هستند که آموزیم، از اون شخصانی که اتنوگرافی را خوب میشناسند، خوب میدونن. بعضی موزه ها میریم، در موزه ها آثارخانه ها این چیزا را میبینیم که خاصی مردمی حصار است.
خصوصا کشیده‌دوزی هایی که امروزها ما میبینیم که نقش چکن است، نقش چکن کلوب میگن، نقش چکن هر یک منطقه به خود خاص دارد، دخت خاص دارد. مثلا چکن خود کرتایی که میدوزند مردانه زنانه یا تاقیایی که میدوزند، هر یکی و شیرازی و هر یک خاصی همون منطقه است. وقتی که گلدوزی حصار میگیم علاقه ایمو تماما دختش دیگر است، چکنای ما دیگر خیلی ایمو کوسایی که میدوزند و دیگر است. وقتی که تاقیایی که میدوزند مردانه میدوزیم و مردانه شیرازی ما دیگر است، بخملی ما دیگر است مثلا، یا زنهایی که میپوشند گرد زردوزیش دیگر گونه است. هر یک چیز به خود خاصی خودش دارد. لباس این ظاهری هست. وقتی که ما از باطن یک چیز میگوییم، وقتی این ظاهری ما با باطن پیوست شود، نورن علی نور می شود. ببینید وقتی که ما میگوییم هر یک سخنه که وقتی میگیم اون لباس طلعم بیاید، بس سخن و بس ظاهری یعنی به همون لباس این زیباتر می شود. مثال ما در یک سرود که خوانیم، اون سرود در همین چیز خاص این خلط باشه، باید در اون لباس ما بینیم که اگر یک سرودی زمزمه بهاری یا مثال گیریم که یک سخنی هست که ما با یک دیگر وای داریم، باید با لباس خودش داشته باشد. با یک لباس اگر تماشابی من دلگیر است، تلویزیون با هم دلگیر است، چون که مردم میخواد که یک چیز رنگه بیند. شاه محمد نور یکی از اعضایان فعالی دسته می باشد و همیشه رقص‌های هجوی را اجرا می کند. او از آن می فخرد که همچون یک نفر ایجادکار در پیش بردن رقص‌های فولکلوری سهم خود را می گذارد. از سالهای دانشجویی که در ناحیه رودکی آن وقت لیلین دانشجو بودم، قسمت اکتوری شعبه اکتوری را ختم کردم. از همان سال 71 این جانب رفته ایستاده است. رقصی که من خودم همچون رقصی حس میکنم که رقصی مردانه هجوی دارم، از سالهای جوانی هم، از سالهای 10 ساله 15 سالگی هم رفته ایستاده است. بعد با همراهی استاد مهربانم هنرمند شایسته جمهوری تاجیکستان لطیف کمالی، ما از سالهای 1980 این جانب همین سرودای فولکلوری یلالی بابا، بلی مرغک، اشتر بچمن، آهجه جمجهله، من سرودی بابا جانا، در همین سرودها ما رقص و بازی میکردیم و سرودهای خلقی دوره‌های پیش رو از سر نو زنده کردیم. انا بچه‌هایی که در این انسامبل اشتراک میکنن 15 نفر میباشن، 15 نفر. از آن جمله همه این بچه‌ها برآورد استاد لطیف کمالی سرود را، شعر را میخوانند و علاهیده به علاهیده با رقص زیبای علاهیده دارن هر کدامشان. رقص زیبا کردی به رقص. من یکی از آن جمله من میخوانم یلالی بابا. از کوزگران کوزه، از موزگران موزه، کوزه موزه بدستم یلالی بابام یاله، یلالی بابام یاله، کوزه موزه اره و بره پاکوی و ماکوی و زنجیر و انجیر بدستم یلالی بابام یاله، یلالی بابام یاله، یلالی بابام یاله. این همه این بنوار گرفتگی های همه قاعدوی انا و چی دارد؟ ثبت‌های خودش دارد. در همه معرکه‌هایی که وابسته میکنن ما، یکی گل محمد نظر و یکی استادی ما لطیف کمالی، ما اینو اجرا میکنیم، به یکم کمبودی اجرا میکنیم. یکی از رقص‌های معروفی دسته با نام کلا می باشد. این رقص خیلی زیبا است و در برابر آن دیگر رقص‌ها را اعضایان دسته اجرا می کنند که مخلص همیشگی خود را دارند.
وقتی که سالهای 80 بود، انا همین گروهی موی سفیدا بعضا ما آورده دعوت کرده همون چاره‌بینی های ویده استفاده میکردیم. من شما همین رقص کله، همین رقص کله که امروز ما با گردین من همین هم میدانید کی باشه، این من خودم وصف کردگی شعر نویسیدگی مادم با کمتر وای کنیم، همین چی تعریف کنیم که کی باشد و پوشاندن مثال زن باشد مرد باشد، چون که در زمانهای پیش همین با واسطه همینان در وقتهای مثال گیریم میان مردم که زنها میان مردها روا نبود با مثال گیریم فعالیت کردنشون، همینا در این لباس ها چیکار میکردن؟ همینا را به مرد میپوشید و در برابری همین در معرکه و خرسندی ها چیکار میکردن؟ انا فعالیت میکردن و وقتهای خود، شبای خود، روزهای خود در معرکه ها، یعنی معرکه های میگذراندن، خوشدلی میکردن و من روزهای خود با خوشی میگذراندن و همین چیزا رو ما از همون آموختیم آهسته آهسته تا مسکو سال 1972 همین رقص کله بردیم، جهله هم همین خیلی بردیم. لطیف کمالی امروزها همچون رهبری دسته فعالیت دارد و پیوسته پی ایجاد است. او قریب همه سرودها را خودش ایجاد می کند و وابسته به سرود رقصهای زیبای فولکلوری را به صحنه می گذارد. این هنرمند شایسته جمهوری است. این یکی از بهترین دایره نوازای جمهوری است. در جمهوری دایره می نواخت. این یکی از بهترین نوازنده های تار و رباب و غیجک است. بالای این ده همه متنایی که ما یگان 15 تا شعری خلقیه آهنگ بستگن، خودشان آهنگ میبندن. لطیف کمالی استادی ما خودشان سرود ایجاد میکنند. همه سرودایی که ما میخونیم با ایجادی همین پیری کلان ما لطیف کمالی است. هنوز از جوانی، از خردی که مهر سند در دل ما جوش میزد، از مکتب میانه علاقه ما فعالیت از صنف یکم در مکتب، این اون وقتا در مکتب و کروجاتی که خود فعالیتی بود، همون زمان علاقه ما از همون مستفیدای دهه مثال با نام بابای قاسم بودن، بابای اسمت بودن، اینا به واسطه در تویها همین سرودهای فولکلوری وصف میکردن. بغیر از این دایره می نواختن، خب می رقصیدن. در رقص بسیار یکی از رقاصان بسیار بهترین و لطیفگو بود بابای رحمت الله، بسیار عجایب رقص مردانه رو می رقصید و همین در وقت بردن داماد شه مبارک باد، استای لنگی سرتراش، عموما همین زمزمه شعرهای خلقیه به همون همین نقطه های اصلیش می سراییدن و میانی مردم خیلی یک نفوذی داشتن. خب از همین چیز ما آموختیم، از همین استاذان آهسته آهسته. خیلی بعد ختم مکتب با خیلی بعد وقتی که با فعالیت کردیم، خب با مکتب عالی ختم کردیم و پیوسته که در خانه مدنیت کار میکردیم. خب با اینجا علاقه ما خیلی وسیع‌تر با استادهای خیلی بار ورزیده که علاقه آنها سرودهای فولکلوری که با نام بله مرغک، اشتر بچم است، یللی بابا، همین سرودهایی که خیلی از قدیم یعنی از خود بخارا تا به حصار آمده اینا می سراییدن. رقص هایی که مثال با نام دشن آبادی، رقص های جوانمردی، خب من ای با نام رقصه که مثال جهله، خب امروز اکثریت جوان ها بعضا با این جکله میگوین، این نادرست است که جهله معنایش جهیش، پریدن، خب جوانمردی نشان دادن، قامتی بلند، جه یعنی جهیدن، بالا خیستن، توانستن، توانا بودن. این معنای انا همین دارد،
یعنی یکی از رقص‌های مردانه، چون که ما از ویا همین آموختیم. دسته به خاطر به آیندگان باقی ماندن رقص‌های فولکلوری چاره‌های ضروری را می‌اندیشد و پیوسته کوشش می‌نماید که جوانان را به دسته جلب نماید تا آنها امکان داشته باشند که از استادانشان نازکی‌های این کسب را به پرگی آموزند. از چی عبارت است؟ همین وقتی برپا میشد زندگی عائله، مقصد است که فرزند و فرزند دوام دهنده عمری چی؟ عائله یا چیکه دولت، یعنی آبادی دولت. مقصد هر یک گروه هم از همین عبارت است که و جوانان وای کنیم، تربیت کنیم، آینده در این شهرهای همون یعنی همین شغل ویان دوام بتیان صنعت میراثی. اگر ما گویم که امروز ما خدا ممکنه همین خطی تمام بچی تمام همین خطی نه، و مقصد همین که ما تربیت کنیم، جوانان رو تربیت کنیم در راهی خب نیکنامی، راست روی، راستگویی، یعنی افتخار ملت، افتخار دولت، یعنی دوست داشتن میراث ملت، و به همین چی ما باید جوانان تربیت کنیم. و امروز مقصد ما هم همین است. ما از خداوند بزرگ اینا طلب میکنم اگر ما با چه عمری داده باشم، ما مقصدمون از تربیت کردن فرزندان، تربیت کردن جوانها با واسطه انمی صنعت میراثی. من جوانان از آن جمله فرهاد جان سفروف که حالا در امروز نبود، بسیار جلب کردگیم، بسیار رقصی زیبا دارد، سرودای نازنینی خلقی را میخواند. من یکی از بهترین با هنرمندایی که حالی هم جوان است، گل محمد نظروف، بهترین رقاصی جمهوریوی های، بهترین های تیار کردیم. من فتح‌الدین گفتنی برادری ما جوان است، ما باید من یکم 5 ماه میشد جلب نمودیم، بسیار بچه‌های جوان جلب نمودیم که بعدی کلانسال یا که پیرانسال شدن ما انسامبل را به درجه های عالی برد رساند. برای پورا ایجاد نمودن یک رقص فولکلوری، سرود، موسیقی، لیبوس، آهنگ و اسباب‌های موسیقی نقش اساسی را می‌بازند. ایجادکاران در برابر ایجاد رقص‌های خاص اتنوگرافی، اینچنین از اسباب‌های موسیقی کلاسیکی نیز استفاده می‌نمایند. من مهر صنعت در دل من از هنوز در دوره‌های جوانی که در مکتب‌های میانه قشلاق می‌خواندیم، دهات می‌خواندیم، در همه پروژه‌های مکتب اشتراک می‌کردیم. آهسته آهسته همین مهر صنعت در دل من جا شد. سال‌های زیاد در معرکه‌ها، در توی‌ها، در هر جاها رفته برآمدها می‌کردیم. همین آهسته آورده من به همین اسباب در لهجه زبان خودمان مهتر میگن، سرنای نام داره، یعنی که اسباب سرور است، یعنی که خرسندی است. انا به نواختن همین، به سر کردن ساختن همین مشغول شدم. قریب 30 سال من همین اسباب خودم تیار میکردم. چه خیلی که در دست من میبینید هنوز همین اسباب روزی یکم است که استفاده میبرم، یکم روز است. انا به ساختن همین اسباب مشغول شدم. آهسته آهسته به نواختن همینم مشغول شدم. من در انسامبلی بابا جانا، فولکلوری بابا جانایم. انا در
جایهایی که نوازش من در ضرور است من همین اسباب می نوازم. این خودش اسبابی قدیمه ای که اسباب خلقی است که این تاریخ هزار ساله ها زیادها دارد. در تمام دنیا همین اسباب هست، نه که به هر نوعی در اونجا ساخته شدگی است. این اسباب خودش اسباب خلقی است، خودش در عموما برای همین چارابینه‌های مردمی استفاده میبرند، در توی‌های استفاده میبرند، در جشن‌های استفاده میبرند. گل محمد نظرزاده باشد سابقه کلانیکاری دارد و در برابر استادانش کوشش میکند که در پیش بردن فعالیت دسته سهم خود را گذارد. خود او در همین سمت تحصیل کرده است و امروزها برای ایجاد رقص‌های گوناگون اتنوگرافی به استادانش یاری میرساند. رقص را با گاه از استاد مهربانمان، دادر مهربانمان گل محمد نظرов خدمت شایستان آن کسم ما از وای با می آموزیم. بالای همین سن و سال کلانسالی ده ما از همین شاگرد مهربان گل محمد نظرов با می آموزیم نازکی های رقص. باور کنید من تعریف نمیکنم، لیکن رقصی مردانه هجوی در خود کمینه دیده می شود. سرودهایی که ایجاد میکنند خودشان بسیارتر ایجاد میکنند درباره بابا در هر موضوع دارند. کدامش درباره خربوزه دارند. سال 89 وقتی که فستیوال عمومی جهانی در شهر تورنتو کانادا میشد، اولین برنامه‌های اتنوگرافی من تاجیکنامه بود که در آنجا با اکای لطیف یک برنامه عجایبی از تولد طفل گرفته تو زنگیری تو همش یک برنامه مکمل در حجم 40 دقیقه ساختگی بودیم که اولین کاری من با اکای لطیف کمالی بود که در شهر تورنتو کانادا برده نمایش داده بودیم و یک بسیار هم بهای بلند گرفته بود از طرف تماشابینان. و امروز همین دریافتی اکنون سرودها، دریافتی رقص‌های اتنوگرافی که سال 82 از آزمون جمهوری تلویزیونی بوستون دو چطوری که بود قاری سعید رقص میکردن بابای قاری سعید شادروان، همون رقص بسیار رقص‌های مردانه حصاری با جل بود، همین جهله یا رقص‌های دشنا بود، رقص‌های چیز بودن اینو از همون گویا آموختگیم. از سال 82 اینجاییم که در هم بوستان یک جای ما همچون انتوراژ با رقص میکردیم. خواننده صنف 10 مکتب بودم، همون وقت با همین مستفید رقص کردیم و همین رقص‌های مردمی اساس در دل من جای دارد. دسته نقشه های زیاد دارد و رقص هایی هست که تا حال به صحنه گذاشته نشدند، اما مقصد آنها رسانه‌ای نمودن همین رقص ها می باشد. من با انسامبل بابا جان ها خواب نیستن یعنی در جنبشن، یعنی در جنبش همین که باز با جستجو با وای منازی با ما یک تسرودی با نام چایخانه وای داریم. هرچند که در حصار چایخانه نداریم، شعر تیار کردگی با نام همون
چای 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 خانه 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 چای خانه خواهی که چای بنوشی بیا به چای خانه خواهی که یابی راحت بیا به چای خانه چای 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 خانه 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 چای خانه هی هی هی. ببینید این چی است؟ وصف که ما آرزو کردیم به واسطه در وای هستیم. من از با یک سرودی وای کردنیم که برای قبول مهمان ها همین یک سرود دائمی باشد که همین ما از استاد زندیات شادروان بابای عزیز و گرامی قدر میرزای ترزاده تا توانی دوستان را گم مکن دوستانی مهربان را گم مکن همین همچون یک سیمبل کردنی هستیم که با همین و دائم در مهمانایی که اگر باید دائم عمل کننده میشد. از کدام منطقه‌ای که مهمان بیاد همین چیزا ما به واسطه خوانیم برایم. من انسامبل بابا جان ها دائم در تکاپو خواب نیستن دیگه سن سال رفت دیگه خواب نمیبرند ما خواب نمیبرند. به این دسته که مسئولیت گران رو بر دوش دارد و مقصدش احیای رقص‌های فولکلوری اتنوگرافی است، برای کامیابی را تمنا داریم و بیگذار اون قدم‌هایی که برای رشد این نمودی صنعت گذاشتند اول داشته باشد و انجام نهید.